به نام خداوند پاک و مهربان. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما دوستان و عزیزان. امید است که خوب و سلامت و سر حال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. سید نجیب الله محمدی هستم، در خدمت شما هموطنان عزیز با سلسله برنامه‌های روانشناسی از کانال زندگی بهتر. امیدوار هستم که برنامه‌ها برای شما مفید واقع شود و روزی برسه که همه ما از یک علم خوبی برخوردار باشیم، آگاهی ما زیادتر و زیادتر باشه و بالاخره یک زندگی سالم داشته باشیم. دوستان عزیز، ما کانال زندگی بهتر ایجاد کردیم که بتانیم در بهبود علوم انسانی در خدمت هموطنان عزیز ما باشیم و یکی از شاخه‌های علوم انسانی علم روانشناسی است که تخصص بندم علم روانشناسی گرایش مشاوره و راهنمایی است. خب اگر ما میخوایم علم روانشناسی را بدانیم، بهتر ای است که از تعریف و اهمیت روانشناسی شروع کنیم. دوستان عزیز، جامعه انسانی زمان بدبختی شروع شد که علوم انسانی و علوم تجربی یکسان پیشرفت نکرد. علوم تجربی خیلی پیشرفت کرد، اما علوم انسانی به اندازه علوم تجربی پیشرفت نکرد. ما یاد گرفتیم که چگونه اسلحه بسازیم، اما یاد نگرفتیم که چگونه از اسلحه استفاده کنیم و از اسلحه سوء استفاده های زیاد شد. ما یاد گرفتیم که چگونه بمب اتم بسازیم، اما یاد نگرفتیم که از بمب اتم چگونه استفاده کنیم که امروز شما بدبختی ها رو میبینید. ما یاد گرفتیم که فیسبوک چگونه ساخته میشه، اما یاد نگرفتیم که چگونه از فیسبوک، از رسانه های اجتماعی استفاده کنیم. باید علوم انسانی و علوم تجربی یکسان پیشرفت کنه و هدف بنده هم امی است که علوم انسانی پیشرفت کنه تا ما بدبختی ها را کمتر کنیم و بالاخره یک زندگی سالم داشته باشیم. و یکی از شاخه های علوم انسانی علم روانشناسی است. علم روانشناسی چی است دوستان؟ بعضی وقتها شما پیش دکتر رفتین و دکتر گفته من هیچ دوایی به شما تجویز کرده نمیتونم، شما هیستوری دارین، شما نمیفهمین که هیستوری چی است. و حتما بعضی وقتهای دیگه هم شده که بازم پیش دکتر مغز اعصاب رفتین. دکتر مغز اعصاب هر قدر دوا داده شما خوب نشدین و گفتن که شما افسردگی دارین. و شما آیا میدانین که افسردگی چی است؟ بعضی وقتهای دیگه پیش دکتر رفتین و شما را گفتن شما خواب منظم ندارین. دیگه کل چیز درست است، خواب منظم ندارین. و شما آیا میدانین که خواب منظم چی است؟ اینا را همه را علم روانشناسی مورد مطالعه قرار میده. در تعریفی که از علم روانشناسی میشه، میگن علم روانشناسی علمی است که رفتار و جریانهای ذهنی یک انسان مورد مطالعه قرار میده. زمانی که ما رفتار میگیم، هر عمل خوب و یا بدی که از ما سر میزنه او رفتار است. علل و عوامل رفتار و خوب و بد یک انسان علم روانشناسی مورد مطالعه قرار میده. این است علم روانشناسی. تا به حال شاید شما فهمیده باشید که چقدر علم روانشناسی مهم است. یعنی اگر یک کودک ما گریه میکنه،
اگه یک کودک ما خنده میکنه، اگه یک کودک ما پرخاشگری میکنه، اگه همسر ما عصبانی است، اگر کارای خوب و بد را انجام میده، علت رفتار خوب و بدی ما را علم روانشناسی مورد مطالعه قرار میده. این است تعریف علم روانشناسی. میپردازیم به سلسله بحثای اهمیت علم روانشناسی که اهمیت علم روانشناسی چی است. قسمی که به شما دوستا گفتم، اولین اهمیت علم روانشناسی ای است که علل رفتار خوب و یا رفتار بد انسان علم روانشناسی مورد مطالعه قرار میده. اگر ما میخواهیم بدانیم که کودک ما چرا این رفتار خوب انجام داد، علتش علم روانشناسی مورد مطالعه قرار میده. اگر ما میخواهیم بدانیم که کودک ما چرا این رفتار بد را انجام داد، بازم علتش علم روانشناسی مورد مطالعه قرار میده. به صورت خلاصه‌وار میگم که خسته نشن دوستان عزیز. پس یک، علم روانشناسی علت رفتارهای خوب و بد یک انسان مورد مطالعه قرار میده. دو، شما میدانید که تمام انسان ها به شمول کودک ما به تدریج رشد میکنه. بعضی وقتا پدر مادرای عزیز ما از کودک خود توقعات بیجای داره. مثلا کودک 2 ساله است، میگه تو باید اینی کار انجام بدی. نه خیر. ما اگر میخوایم بدانیم که چی وقت چی انتظاراتی از کودک خود داشته باشیم، باید علم روانشناسی و خصوصا روانشناسی رشد مورد مطالعه قرار بدیم که بدانیم که چی وقت از کودک خود از انسانهای دیگر در چی سطح انتظار داشته باشیم. ایره کی میگه برای ما؟ علم روانشناسی، خصوصا روانشناسی رشد. اهمیت سوم در روانشناسی چی است؟ اگر ما میخواهیم کودک ما را یک تربیت سالم بدیم که فردا روز هم به خود ما، هم به جامعه ما و هم به نسل بشریت و انسانیت مفید واقع شود، باید علم روانشناسی را مورد مطالعه قرار بدیم، خصوصا علم روانشناسی تربیتی را، تا بتانیم یک تربیت سالم برای کودک ما داشته باشیم. متاسفانه امروز ما میبینیم که پدر مادرای عزیز هیچ چیزی از تربیت کودک نمیدانند، هیچ چیزی. و دو چیز ما باید اصلاح کنیم اگر میخوایم جهان بسازیم: یک، کودک، تربیت سالم کودک اصلاح کنیم. دو، سرمایه ها را عادلانه تقسیم کنیم. که اینا را کی برای ما میگه؟ روانشناسی برای ما میگه. خصوصا در تربیت کودک ما علم روانشناسی، به خصوص روانشناسی تربیتی برای ما میگه که ما چگونه کودک خود تربیت سالم بده. اهمیت سوم روانشناسی چی است؟ شما میدانید که بعضی کسا بسیار ساعتها درس میخوانند و بعضی کسا با اندک خواندن موفق‌تر از اویی است که ساعتها درس میخوانه. اویی که اندک درس میخوانه و موفق‌تر است، او روش مطالعه را میفهمه. چگونه ما روش مطالعه را بفهمیم؟ با خواندن علم روانشناسی، خصوصا روش‌های یادگیری. باید ما روش‌های یادگیری را یاد بگیریم، علم روانشناسی را بفهمیم و یک از شاخه‌هاش روش‌های یادگیری است که ما بتانیم بهتر در زمان کوتاه‌تر چیزهای زیادتر یاد بگیریم. خب اهمیت بعدی روانشناسی چی است دوستان؟ شما میدانید که اکثریت جوانان عزیز ما ازدواج میکنند، اما به مجردی که ازدواج میکنن طلاق روانی شکل میگیره. یعنی چی؟ زن و شوهر
اردویشان خوش و خوشحال نیستند، اما تو زنده هستند، زندگی سالمی ندارن. چه کنیم که ما زندگی کنیم، زندگی سالمی داشته باشیم؟ با خواندن علم روانشناسی و بحث سالم همسرداری رو بخوانیم که چگونه ما با همسر خود زندگی سالم داشته باشیم. کی به ما کمک میکنه؟ علم روانشناسی کمک میکنه که ما یک زندگی سالم بین خود ما و همسر ما داشته باشیم. اهمیت بعدی روانشناسی چی است؟ شما میدانید که 97% انسان‌های کره زمین هدف ندارند و بین انسان هدفمند و بی هدف تفاوت زمین آسمان است. کی برای ما کمک میکنه؟ کدام علم برای ما کمک میکنه تا یک هدف خوبی داشته باشیم؟ علم روانشناسی کمک میکنه که ما یک هدف خوبی را داشته باشیم، یک هدف واقع بینانه داشته باشیم. امروز شما تصور کنین 97% انسان‌های کره زمین هدف ندارن. چرا؟ چون علم روانشناسی را نمیدانن. اهمیت بعدی روانشناسی چی است دوستان؟ ما یک بحث در روانشناسی داریم به نام اخلاق مسلکی در علم روانشناسی و در مشاوره. امروز شما میفهمین همه انسان ها در فکر خود است و تا زمانی که ما فقط منافع خود بخواهیم ما موفق نمیشیم. ما به خاطر منافع خود دروغ میگیم، دزدی میکنیم، هر عمل بد را انجام میدیم. خب کدام علم برای ما کمک میکنه که ما با وجودی که در فکر خود هستیم در فکر جامعه هم باشیم، با وجودی که در فکر خود هستیم منافع کشور خودم بخوایم، منافع هموطنان ما را بخوایم و منافع انسانیت بخوایم؟ کدام علم برای ما کمک میکنه؟ اخلاق مسلکی در مشاوره که یکی از بخش‌های علم روانشناسی است. به طور خلاصه اگر بگویم علم روانشناسی دریایی از علم است که اگر من بگویم 5 تا 10% اهمیت علم روانشناسی را به شما گفتیم دروغ است، مبالغه است. ما باید علم روانشناسی را یاد بگیریم. اگر ویدیو به شما مفید واقع شد کانال ما را سابسکرایب کنین و در کامنت همه سوالاتی که از ما دارین میتونین بپرسین. من در خدمت شما هستم. تا ویدیوی بعدی خداوند یار و نگهدارتان و هر سابسکرایبی که شما میکنین حمایت از علم است، حمایت از علم روانشناسی است و شما در حقیقت وظیفه خود برای مفید واقع شدن برای خود، برای خانواده و برای جامعه تان انجام دادید.